بسم الله الرحمن الرحیم. خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این کلیپ درباره اعتدال و میان روی است. همان گونه که از نامش پیداست، به معنای پیمودن و گزینش راهی میانه و وسط، عدم تمایل به دو طرف، افراط و تفرید می باشد. قرآن کریم امت اسلام را امت میانه معرفی کرده و سیره رسول خدا صلی الله علیه و سلم استوار بر میانه روی است و تمامی رفتار و اعمالشان همواره مردم را به این امر مهم می‌خواند. با پژوهش ژرف و عمیق میتوان دریافت همان گونه که اصل توحید، مقررات اسلام، آیات، روایات و سیره رسول خدا صلی الله علیه و سلم کامل از اعتدال و میان روی بوده. قرآن کریم هم نیز امت اسلام را امتی میانه و وسط می نامد و می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. و این چنین شما را امتی میانه یعنی معتدل ساختیم تا بر مردمان گواه باشید و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم بر شما گواه باشد. معنای آیه قرآن کریم این است که در آیین اسلام هیچ گونه افراط و تفرید وجود ندارد و مسلمانان برخلاف سایر فرقه ها از مقرراتی پیروی می کنند که قانونگذاری آن به تمام نیازهای فطری بشر آگاه بوده و همه جهات زندگی جسمی و روحی او را در نظر گرفته است. بنابراین دوستان گرامی، هر گونه عمل افراطگرایانه که خلاف قوانین اسلامی بوده باشد باعث انحراف انسان از مسیر درست زندگی می گردد. قتل انسان‌های بیگناه تحت دین اسلام را می توان یکی از بدترین نمونه‌های اعمال افراطگرایانه نامید. بنابراین یکی از اهداف ما مبارزه با افراطگرایی و ترویج اسلام معتدل می باشد. این بود درباره اعتدال و میانروی. اگر به موضوعات آموزشی، علمی و تحقیقی علاقه‌مندی دارید، کانال یوتیوب درخشش را سابسکرایب کرده و آیکن زنگوله آن را فعال کنید. تا کلیپ بعدی، بدرود.